салом алейкум ба ҳамагӣ дӯстони азиз. дар ин видео мехоҳам ки дар бораи ҳуҷҷат, дар бораи нархҳои маош, дар бораи нархҳои квартира, дар бораи умуман дар бораи кор ва фаъолият дар Туркия ба шумо маълумот диҳам. Пеш аз оне ки ба маълумотдиҳӣ гузарам, ба ҳамаи шумо гуфтаниям ки ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон дар Туркия метавонад ба муддати 3 моҳ, яъне 90 рӯз кор ва фаъолият кунад. албатта шумо ҳамчун сайёҳ, ҳамчун турист медароед, яъне ба Туркия дохил мешавед, вале кор карда метавонед. خب اگر که بعد از 3 ماه گذرد، یک روز هم گذشته باشد، شما رو داشته دپورت میکنند. خب این زمان با هیچ کس حجت نداده ایستادند. البته قرار بود که بعد از همین انتخابات ماه مارت باید که حجت دادن رو، یعنی کیملیک دادن رو سر میکنند، اما این طور نشد، ولی برعکس شد. یعنی ریت ها رو سخت کردند برای شخصان خارجی. از همین خاطر دوستان عزیز، اگر شما خواهید که ҳуҷҷат кунед тавассути ягон фирма ё тавассути ягон шахс, маблағ пардохт кардаи шумо месӯзад ва шумо ҷавоби рад мегиред. хуллас ба ҳеҷ кас ҳуҷҷат намедиҳанд. албатта шахсоне ки пеш аз соли 2022 ҳуҷҷат карда буданд, яъне кимлик доштанд, онҳо метавонанд ки муддати ҳуҷҷати худро дароз кунанд ё ин ки ҳамон продлит кунанд. ин ба монанди ҳамон регистратсияе ки дар Русия карда мешавад, ба монанди ҳамон аст, продлит мекунанд. аммо шахсоне ки бори аввал ҳаст, با آنها حجت داده نمی شود. خب دوستان عزیز، این زمان که ریت ها هم سخت رفته ایستادند، از شما خواهش میکنم که برای کار و فعالیت زیاده از 3 ماه می شود. بعدی که 3 ماه که گذشت، شما رو در هر کجا که داشتند میقپند، دپور میکنند. از همین خاطر شخصانی که مدتشان گذشته است، از 3 ماه گذشته است، خیلی احتیاط شوید که ریت ها خیلی سخت رفته ایستاده است. خب حتی از ایرپورت ها هم رید میکنند و در ایرپورت هم دپورت کرده ایستادند. شخصانی که باری اول با ترکیه داخل میخواهند که وارد شوند، نمیگذارند که با ترکیه وارد شوند و بالای آن دپورت میکنند. با مدت 1 ماه 2 ماه نه، با مدت 5 سال در همون جا در ایرپورت دپورت میکنند. البته راههای وارد شدن با ترکیه، یعنی چخیل دپورت نشده با ترکیه وارد شویم، راههایش رو من در ویدیوی گذشته گفته بودم، یعنی معلومات پور را دادم. خب دوستان عزیز، میگذاریم با معلومات های دیگه. البته دوستان عزیز، پیش از آنکه من با درباره نرخ ها، یعنی درباره نرخ معاش، نرخ کوارتیرا گفتن سر کنم، پیش از آن میخوام که درباره کورس های خارجی به شما معلومات دهم، چون که من نرخ ها رو یعنی با مبلغ لیره میفهمونم. از همین خاطر برای حساب کردن شما میخوام یک بار درباره کورس های خارجی معلومات دهم. البته شما میتونید که هنگامی برای خود حساب کردن از گوگل یا که از یاندکس نرخ کورس ها رو بینید، چون که کورس ها هر روز، هر هفته، هر ماه عوض شده ایستادند. خب دوستان از این زمان $1 برابر است با 32 یا که 33 لیره، 1 یورو باشد برابر با 35 36 لیره است. خب بسیار از بس که بسیاری از تماشاگران ما از دولت روسیه ویدیوی ما رو تماشا میکنند، از همین خاطر با روبل هم میخوام فهمونم. خب 1 لیره برابر است به 2.87 روبل، یعنی 1000 لیره برابر است به 2870، قریبی 2900 روبل. خب این رو برای آن فهموندم که پیش از معلومات دادن درباره نرخ ها برای خودتون حساب کرده که درباره نرخ کوارتیرا. دوستان از این زمان در ترکیه نرخ کوارتیرا از 2000 لیره سر می شود. اگر که در وقت پیش، یعنی در سال 2023 از 1000 لیره سر شود، کوارتیرا از 1000 لیره تا 2500 لیره، این زمان باشد از 2000 لیره، یعنی نرخ کم کم 2000 لیره سر می شود تا 3500 لیره. این وابسته از حالت کوارتیرا است. البته این برای یک شخص است، این نرخ یعنی 2000 2500 2800 3000 لیره، این برای یک شخص. دوستان عزیز، اکنون میخوام که درباره نرخ معاش به شما گفته گذارم. خب دوستان، چقدر که به شما معلوم است، در ویدیوی گذشته من درباره یک چند جای کاری معلومات دادم، همش درباره رستوران و همین کارهایی که در همون رستوران یا که مغازه ها بودن. خب این زمان پیش از همه میخوام که درباره معاشی روزانه گفته گذارم. معاشی روزانه که در رستوران ها یا در مغازه ها کار کرده می شود یا در سیخ ها، این از 800 لیره سر می شود تا 1100 1200 لیره.
аз 800 лира, яъне маоши ками кам ин 800 лира. Ин нархҳое ки 800 то 1000 лира гуфта истодаем, ин маош барои як рӯз аст, яъне маоши рӯзона аст. خب دوستان عزیز، از بس که بسیاری از مردان ما با کار ساختمانی ضعف دارند، از همین خاطر درباره معاش کار ساختمان گفتن می‌گذارم. خب در ساختمان‌ها معاش کمی کم از 1000 لیره سر می‌شود تا 1500 حتی تا 2000 لیره معاش می‌توانید کار کنید. خب دوستان عزیز، اگر که امکانیت باشد با کارهای ساختمانی مخصوصا در ترکیه نروید، چون که خیلی بسیار کار می‌فرمایند و دیگر خیلی بسیار گنیت می‌کنند و کارهای بسیار وزنی رو با شما میکنند. از همین خاطر امکانیت باشد با کارهای وزنی یعنی با کارهای ساختمانی نروید. هم زیاد بودن معاش شما واسه از مهارت مالکه شما. اگر شما زبان‌های خارجی رو بسیار دانید، زبان‌های بسیار خارجی رو دانید و تجربه داشته باشید، میتوانید همچون افسر شده از کارهای ساختمانی هم بسیارتر معاش کار کنید و واسه از مهارت شما. خب دوستان عزیز، گفتیم که این معاش برای روزانه است. میگذاریم با دیگر نوع‌های معاش. در بعضی فابریک‌ها مخصوصا در تکستیل‌ها معاش رو هفته‌ایانه میدهند، یعنی برای یک هفته در آخر در روز شنبه معاش شما رو میدهند. یعنی در این خیلی حالت‌ها معاش کم کم برای یک هفته این از 4500 لیره سر می‌شود. خب دوستان عزیز، باز معاش هست به طرز ماهکی، یعنی ماهانه یا اینکه آیلیک میگوییم. این کمی کمش 17000 لیره تا 25000 لیره تا حتی در بعضی حالت‌ها تا 28-30000 لیره میتوانید کار کنید. که گفتیم از تجربه و مهارت شما وابستگی دارد. خب دوستان عزیز، اینها بودند یک چند معلومات درباره همین کار و فعالیت در ترکیه. خب با خاطر دستگیری ما، با خاطر دستگیری مهنت کوچک کرده ما، در زیر ویدیو لایک کنید و در کامنت‌های فکرهای خود را و ایدی کار و فعالیت در ترکیه نویسید.